این روزهای تاریک و این اوضاع واقعا اسفبار و تکان دهنده چرا سری ملت و این مردمی که پشت اندر پشت مسلمان زاده شدند و مسلمان بزرگ شده اند، اینا پدر اندر پدر مسلمان بودند و مسلمان زاده شدند، در دسترخوان مسلمان بزرگ شدند و در خانواده اسلامی تربیت شدند. چرا این قوانین ضد اسلامی، قانون منع حجاب، قانون منع رفتن به جماعت و مساجد، قانون منع ریش گذاشتن، قانون منع زیارت بیت الله و دهها قوانین دین ستیزی که با هیچ میزان از موازین نشرعی برابر است، موازین و قوانین بین المللی برابر است، چرا این قوانین ظالمانه سر ملت اعمال می شود؟ عزیزان من، نکته در این جاست که الله متعال بیان می فرماد که ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، ملت ها خود به دسته به هلاکت نیندازید. هلاکت ترک جهاد، هلاکت تن دادن به اشغال، هلاکت تن دادن به استعمار، هلاکت مصلحت بینی بیش از حد، هلاکت تسامح و خودگذری بی معنا، هلاکت انفاق نکردن در راه الله تبارک و تعالی، هلاکت اختلاف و شقاق و نفاق ذات البینی که زمینه‌های حکومت‌های استعماری و اشغالگری را مساعد می‌سازد. سرانجام نتایج همه این موارد ذکر شده این می شود که همه روزه ما شاهد قوانین ضد آزادی، ما شاهد قوانین ضد اسلام، ضد آزادی پوشش، ضد آزادی ادیان، ضد آزادی فکر، ضد آزادی در عبادت، ضد قوانین شرعی، قوانین ضد قوانین حتی ساخته و بافته بشری بوده باشیم. اگر ملت‌های برادران تاجک ما اگر جهاد مسلحانه را فراموش نمی کردند، اگر در کنار نهضت‌های اسلامی خود مردانوار با الهامگیری از ملت غیور و آزاد سرزمین مردخیز افغانستان الهام می گرفتند و در برابر اشغال و تجاوز شوروی ها نه می گفتند، جان خود فدا می کردند و مال خود فدا می کردند، داشته های خود به خاطر آزادی دین و عقیده خود قربان می کردند. والله قسم درست اگر اینها جان می دادند، قربانی می دادند، ممکن چنده‌ای مانند ملت مظلوم و دردمند افغانستان اگر اینها شاهد کشتار جمعی می بودند، ولیکن سرانجام کار حریت و استقلال و آزادی و عزت و سعادت از آن اونها می شد. عزیزان من، اما دردا که ملت تن به ذلت دادن، ملت تن به استعمار دادن، ملت در برابر اشغال لبیک گفتن، ملت یوغ استعمار را به گردن نهادن، ملت جانشان و مالشان و اولاد و خانواده هایشان نزدشان ارزشمندتر از مقدسات و ارزش‌های دینی بود که امروز متاسفانه پشت آزادی دین، پشت آزادی پوشاک، پشت آزادی عقیده زار زار گریه میکنند. کاری از اینها بر نمی آید. عزیزان من، ذلت و رسوایی که امروز ما در سرزمین تاجکستان شاهد هستیم، ذلت و رسوایی که امروز ما در سرزمین ازبکستان و سمرقند و بخارا و ترمز، سرزمین امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث شاهد هستیم، ذلت و خواری که ما در زادگاه امام ترمذی شاهد هستیم، ذلت و خواری که ما در زادگاه ابو لیث سمرقندی و دهها محدثین دیگر و فقهای دیگر شاهد هستیم. همش حاصل تن دادن به یوغ استعمار، اشغال، تجاوز که
تجاوزات بیرونی بوده است. ملت تاجک، برادران تاجک ما اگر در برابر اشغال و تجاوز نه بگویند و نه بیگفتند، قطعا امروز مانند ملت افغانستان عزیز ما سربلند، نیک نام، حر و آزاد به معنای واقعی زندگی میکردند. عزیزان من، سبحان الله، امروز مجاهدین سربکف افغان ما، امروز مجاهدین آزاد و حر و مستقل ما حتی منشأ گیری ملت‌های قرار گرفتن که برای آزادی خود می جنگن. مجاهدین حماس، مجاهدین قسام، مجاهدین سربکف فلسطین و غزه با افتخار اعلان میکنن که ما حس آزادی خواهی را از برادران افغان ما الهام گرفته ایم و آموخته ایم. این کمال سعادت است، این کمال عزت است، این کمال نیکنامی است. امروز یگانه ملت آزاد به معنای واقعی، یگانه ملت سربلند به معنای واقعی استقلال آزاد فکری داشته باشد، استقلال نظامی داشته باشد، استقلال سیاسی داشته باشد، در پور جهان عرب و عجم برین بپالین. غیر از ملت دردمند افغانستان دیگر ملت را پیدا کرده نمیتوانید. عزیزان من، نه ملت عرب مستقل است، نه ملت عجم مستقل است. در تصمیم گیری هایشان، در قوانین و در همه موارد ملت های اشغال شده، ملت های مزدور، ملت های مستعمره بیش نیستند. یگانه ملت آزاد به معنای واقعی، عزیزی به معنای واقعی، ملت سربلند و سربکف، ملت با عزت افغانستان عزیز ماست.